ҳамасола 24 март ҳамчун рӯзи умумҷаҳонии мубориза бо бемории сил таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар тамоми кишварҳои ҷаҳон чорабиниҳои зиёди иттилооти ва маърифатӣ ҷиҳати пешгирии бемории мазкур доим мегардад. тоҷикистон низ дар самти мубориза бар зидди бемории сил фаъолона иштирок намуда ҳамасола бахшида ба ин санъат дар мамлакат чорабиниҳои зиёд доим мегарданд. таи чанд соли охир дар рӯзи умумҷаҳонии мубориза бо бемории сил дар шаҳрҳои бузурги дунё як бино ҳамчун рамзи ҳамраҳӣ бо шахсони аз сил осебдида бо чароғи сур равшан карда мешавад. бояд гуфт ки ин иқдом бори аввал дар пойтахти кишварамо шаҳри душанбе бо ташаббуси ҳамкории боздошти сил дар тоҷикистон ҷамъияти ҳилоли аҳмари тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри душанбе роҳандозӣ гардид. шарҳи мавзӯъро мешунавем. احسان ترسونوف هستم، متخصص اطلاعات و رابطه با جامعه اساسی همکاری بزرگ سیل در تاجیکستان. حالا ما در نزد پیکره ابو علی ابن سینا همدان بزرگ تاجیک پدر طب جهان قرار داریم و امروز چون روز جهانی سیل است، در روز جهانی سیل همچون رمز همدردی با شخصان از سیل آسیب دیده و اظهار همکاری و یگانگی در مبارزه ضد سیلی مجسمه این مرد بزرگ یعنی مجسمه پدر طب تاجیک ابو علی ابن سینا در شهر دوشنبه با چراغ سرخ روشن کرده می شود. ما وارثان پدر طب جهان ابو علی ابن سینا برانیم که بیماری پیشگیری شونده و پرتبابت شونده مانند سیل نباید باعث رنج و فقد آدمان گردد. همچون رمز صداقت و پیروی به طب سینا باید در هدف خاتمه سیل تا سال 2030 باید استوار بمانیم و هیچ مشکلات زمان از جمله پاندمی کووید 19 و دیگر نباید ما را از راه باز دارد. این قول من فکر میکنم باید پیمانی صمیمانه در قلب هر یک تاجیکستانی باشد. باید گفت که این بار دوم است که شهر دوشنبه به معرکه جهانی روشن‌نمایی همراه می شود. این معرکه از سال 2017 از جانب همکاری بازداشت سیل در ژنو راه اندازی شده است و همساله بزرگ شهرهای جهان به خاطر همدردی به شخصانی آسیب دیده، به خاطر جلب توجه جامعه ها به بیماری سیل یک از بیناها را با چراغ سرخ روشن میکنند و سال گذشته بینای نوروزگاه پایتخت با رنگ های یا که با چراغ های سرخ روشن کرده شده بود و این سال پیکره ابو علی ابن سینا در شهر دوشنبه با چراغ های سرخ روشن کرده شده است و قرار است این روشن نمایی دوام شب 24 مارس سال 2021 باقی بماند. این البته به خاطر یعنی که اظهار همکاری، آمادگی به همکاری ضد سیل، آمادگی به از بین بردن بیماری سیل در کشور و همزمان جلب توجه جامعه به بیماری سیل است که در دوره پاندمی کووید 19 تا یک اندازه یعنی که توجه جامعه از بیماری سیل اندک دورتر رفت، یعنی که همه توجه ها در تمام سطح‌ها به بیماری کووید 19 نگرانیده شد. همزمان باید گویم که چون سال گذشته در تمام اکران‌های تبلیغاتی شهر دوشنبه پیام‌های ضد سیلی، نوشته شده‌های ضد سیلی پخش کرده می‌شوند و این حال نیست در تمام تخته‌های تبلیغاتی این پیام‌ها رفته ایستادند. یعنی توسط این پیام‌ها، توسط این روشن‌نمایی‌ها می‌خواهیم که آگاهی مردم به بیماری سیل، درباره بیماری سیل، جلب توجه آنها به موضوع بیماری سیل بیشتر گردد. یعنی مردم از چاره‌های پیشگیری بیماری سیل، از تبابت آن، از دستگیری روانی و اجتماعی شخصان بیماری سیل آگاه باشند تا توانند نقش خود را در این مبارزه مهم اجتماعی گذارند. یعنی یک کسی میتواند با استفاده از آبروی و محبوبیتی که در بین جامعه دارد، مثل اعضای قهرمانان ما، اعضای دسته قهرمانان ما میتواند صدا بلند کند و درباره بیماری سیل به دیگران معلومات دهد. اینچنین یک کسی که دست سخا دارد میتواند به بیماران سیل کمک کند. همین گونه هر کسی باید سهم خودش را داشته باشد و
طور گفتیم این قول باید پیمانی صمیمانه در قلب هر یک تاجیکستانی باشد و امیدوار هستیم که ما در آینده نزدیک به یک کشور بدون فیل خواهیم رسید، یعنی که تاجیکستان زیبای ما، کشور میشناسای ما از بیماری سیل پورا پاک می شود با امید تاجیکستان و دنیای بدون فیل.